خانم زندگی 4 تا پایین تر از خودت رو باید ببینی تا قدردان نعمت زندگیت باشی، قدردان نعمت شوهرت باشی، قدردان سقف بالای سرت باشی، قدردان لقمه حلالت باشی، قدردان چای گرمت در زمستان و شربت سردت در تابستان باشی. آقا هم همینجور میره سفر برمیگرده، این خانم نگاه چپ به نامحرم نمیندازه، پای نامحرم رو تو خونه خودش باز نمیکنه، تا خونه پدرش میخواد بره بیاد اجازه میگیره، انفاقی بکنه، صدقه ای بده، کار خیری بکنه، اجازه میگیره. در نبود من بچه‌های منو نگهداری میکنه، سرپرستی میکنه، آبروی منو محافظت میکنه بین در و همسایه، حریم منو حرمت میگذاره. آقا اینا همه نعمته.